مقامات عراق روز 17 اپریل دو زنی را از چچنستان روسیه با جرم عضویت در گروه تندرو دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. دادگاه میگوید که ملت این دو زن در اصل داغستانی بوده، آنها در چچنستان زندگی میکردند. مطبوعات دولتی روسیه با تکیه به تلویزیون عراق گفت که در مرافعه روز گذشته همچنین 3 زن از آذربایجان و 1 زن از قرقیزستان حکم قتل گرفتند. معلومات درباره هویت این زنها دسترس نشده است. همزمان خبرگزاری فرانس پرس میگوید که در مرافعه دادگاهی روز گذشته 5 زن آذربایجانی حکم اعدام گرفتند. 2 زنی که از چچنستان روسیه بودند و حکم ابد گرفتند در مرافعه با کودک‌های خرد حضور داشتند. ماهی دکبر سال گذشته عراق از پیروزی بر جنگیان داعش که 3-1 قلمرو کشور را تحت نظارت داشتند خبر داد. بر پایه قانون ضد تروریستی عراق، آنهایی که رابطه‌شان با داعش ثابت شده است حتی اگر در خشونت‌ها دست نداشتند مجازات می‌شوند. گفته می‌شود که عراق بیش از 1000 زن خارجی را برای همدستیشان با گروه تندرو دولت اسلامی بازداشت کرده است. بخش عمده آنها از ترکیه و دولت‌های سابق شوروی هستند. بعضی این زنها حکم قتل گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس ماه گذشته نوشت که عراق بیش از 19,000 نفر را با اتهام همکاریشان با داعش بازداشت کرده است.